بسم الله الرحمن الرحیم. سوره تکاثر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر. الهاکم، الها مشغول ساخت کم شما را. التکاثر زیادت طلبی و کثرت طلبی، یعنی مردمایی بودن که در عصر جاهلیت یا چی میکردن؟ بمو زیادت مال، زیادت اولاد، زیادت قوم، اینا چی میکردن؟ افتخار میکردن و مشغول بودن به می چیز. الله متعال گفت شما را اینمی چیزها مصروف ساخت: مال طلبی، قوم طلبی، فرزند طلبی، جای طلبی. این شما را مشغول ساخت. تا چه وقت شما مشغولی کارها هستین؟ حتی تا وقتی که زرتم المقابر، شما زیارت کردین یا رفتین به قبرستان ها. یعنی در تمام عمرتان شما به می چیزها مصروف می باشین تا ای که شما میمیرین و به قبر میرین. باز او وقت حقیقت میفهمین. وقتی در قبر گذاشته شد باز میفهمه که اوه من چی اشتباه کردم که کل عمر خدا ضایع کردم به چیزهایی که در قبر به درد من نمیخوره. کلا سوف تعلمون. کلا، الله متعال میگه که کلا، نچونین از که شما عقیده میکنین یا فکر میکنین یا گمان میکنین که بعد از مرگ هیچ گپ نیست. سوف تعلمون، شما خواهید دانست. ثم، سپس باز الله متعال تکرار میکنه امیر گپه که کلا، نچونین از که شما عقیده میکنین. سوف تعلمون، شما در آینده خواهید دانست که ای بی تفاوتی در مقابل آخرت، در مقابل ایمان، در مقابل پیغمبر، در مقابل قرآن چقدر به ضرر شماست. کلا، باز الله متعال میگه که نچونین است که شما عقیده میکنین. لو تعلمون علم الیقین، اگر شما میدانستین با علم یقین، یعنی از علم استفاده میکردین، باز شما اقدر تنبلی و غلطی نمیکردین و چونین مصروف کثرت طلبی نمیشدین. لترون الجحیم، الله متعال میگه که قسم است که حتما شما دوزخ خواهید دید. ثم، سپس لترونها عین الیقین، قسم است که حتما شما با چشم یقین، یعنی بعضی اوقات علم الیقین است، بعضی اوقات عین الیقین است. علم الیقینی است که انسان به اساس علم عقیده داشته باشه به آخرت و به جنت و به دوزخ. و عین الیقین چی است؟ که انسان دوزخ به چشم خود ببینه، باز اونجا خود انکار کردن نمیتونه. الله متعال میگه اگر شما آل علم حاصل نمیکنین، عقیده را یاد نمیگیرین، قرآن و سنت یاد نمیگیرین، شما باز وقتی که دوزخ چی میکنین؟ حتما با چشمتان میبین، باز اونجا 100% باز عقیده پیدا میکنین. خب باز وقت او عقیده به دردتان نمیخوره. ثم، سپس وقتی که یعنی شما دوزخ دیدین، لتسألن، حتما سوال کرده میشوین، یومئذ، دمی روز، عن النعیم، از تمام نعمت ها که الله متعال میگه آیا برات نعمت قرآن نبود؟ نعمت پیغمبر نبود؟ نعمت قرآن نبود؟ نعمت سنت نبود؟ نعمت عقل نبود؟ نعمت حس نبود؟ چون از اینا استفاده نکردی تا که حق میفهمیدی و عقیده درست میفهمیدی و به راه درست میرفتی؟